خب همونطور که بهتون گفته بودم میام اینجا رو توی یه ویدیو نشون میدم، اومدیم با هم بهتون نشون بدم که اینجا یه انباره. وقتی آذوقمون تمام میشه میام این صندوق رو باز میکنم، از توش چیز میز برمیدارم میرم، بعد میریم اون یکی رو بهتون نشون بدیم. همون جور که رو درش زده معلومه توش چیه. بعد اونجا هم شیر 1%. اینجا یک کتابخونه است که من از زمینش خیلی خوشم میاد. طراحیش کار مارکوسه که هر روز میاد اینجا مطالعه میکنه. آره، بعد بچه 2 تا دیگه از اینم هست که اگه بخواین براتون بذارم کامنت بذارین، لایک کنین، ساب کنین که من اون 2 تا بعدی هم براتون بذارم. تا ویدیو بعدی